بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم. وقت شما بخیر. خب جلسه قبلی به این مبحث اشاره شد که علوم مدرن عمدتاً بر مبنای توهم هست و من جمله رشته اقتصاد یا علم اکونومیکس. خب این هم اساساً بر مبنای توهم هست و بر همین مبنای وهم شکل گرفته و شاخ و برگ پیدا کرده. حالا ما در این سلسله جلسات از همین جلسه تا انشالله حداقل 10 جلسه دیگه به این گزاره‌های توهمی اقتصاد اشاره خواهیم کرد. این جلسه به یک گزاره از بحث توهمات اقتصاد اشاره می‌کنم و اون این که عمده دانشجویان اقتصادی و اساتید اقتصاد فکر می‌کنن که اقتصاددانان و نظریه پردازان مطرح اقتصاد کسانی بودند که از نظر فکری سالم بودند، از نظر اخلاقی سالم بودند، زندگی سالمی داشتند، در حالی که این اساساً یک توهم هست. یعنی این که ما فکر کنیم اقتصاددانان و نظریه پردازان اقتصادی و اکونومیست های مشهور در جهان اینها کسانی بودند که فکرشون سالم باشه و قابل اقتباس باشه و فکرشون جهتگیری نداشته باشه، این یک گزاره کاملا توهمی و اشتباه هست که در این جلسه ما بهش میپردازیم. خب نکته اول اینه که بسیاری از اقتصاددانان، مخصوصا اقتصاددانان مشهور، کسانی بودند که جهتگیری یهودی صهیونیستی داشتند. حالا من به برخی از اونها اشاره میکنم. فرض بفرمایید جورج آکرلوف برنده جایزه نوبل خب یهودی بوده، کنس آرو یهودی بوده، برنانکی یهودیه، میلتون فریدمن یهودی بوده، آلن گرینسپن همینطور، دانیل کانمن همینطور، کروگمن، کوزنتز، لئونتیف، مارکوویس، کارل مارکس، فردریک میشکین، اینا همه کسانی هستن که در نظریات اقتصادی برای خودشون سری هستن و نظریاتشون مطرح هست و اسامیشون در دانشگاه‌های جهان و من جمله دانشگاه‌های ایران و دانشگاه امام صادق فرض بفرمایید اسامیشون پرطمطراق و با احترام یاد میشه. فون میسس، مودیگلیانی، نوردهاوس، پاتینکین، کارل پولانی، دیوید ریکاردو، رابرت سولو، استیگلیس، همه اینا یهودی بودن و هستن. سامرز، تالر، یلن، اینا همه کسانی هستن که جهتگیری یهودی صهیونیستی داشتن و دارن. پس از چنین کسانی، از چنین انسانهایی که جهتگیری فکریشون، ایدئولوژیشون در راستای یهود و صهیونیسم هست، نمیشه انتظار داشت که نظریه‌ای ما از اون نظریات بخونیم که به درد ما بخوره، به درد بقیه جهان بخوره، غیر از یهود و صهیونیسم. حالا از منظر دیگری به این اقتصاددانان میخوایم نگاه کنیم و اونم فساد اخلاقیشون هست. خب دانشمندان اقتصاد بعضی بودن که خودکشی کردن اساساً. یعنی طرف به جایی رسیده که زندگی رو هیچ و پوچ دونسته و خودکشی کرده. فرض بفرمایید مثل وایزمن و کروگر که در تقریبا سال 2019 بود فکر می‌کنم که خودکشی کردن. یا از زاویه دیگری که نگاه کنیم می‌بینیم بعضی افراد و اقتصاددانان مشهور حامی روابط جنسی نامشروع و غیر اخلاقی بودن. میلتون فریدمن از همجنس بازی و روابط نامشروع گی حمایت کرده. همینطور منکیو که کتاب اقتصاد خردش در جمهوری اسلامی هم تدریس میشه. یا فرض بفرمایید کسی مثل رابرت سولو یک جمله‌ای داره، یه جمله مشهوری داره که میگه که میلتون فریدمن به هر چیزی که نگاه میکرد اونو یاد عرضه پول مینداخت، من به هر چیزی که نگاه میکنم یاد سکس و روابط جنسی میافتم. رابرت سولو خیلی مشهوره توی اقتصاد. وقتی رابرت سولو چنین حرفی میزنه شما فرض بفرمایید چه ذهن‌های پوسیده و فاسدی درون اینها وجود داره.
یا فرض بفرمایید چه تعداد از اقتصاددانان همجنس باز بودن و هستن. حالا توی این سایتی که مشاهده می‌فرمایید حدود 36 تا اسامی اقتصاددانان رو اینجا آورده که بعضی از اونا اسامیشون مثل مارتین هبرت، برت هاوس، یا فرض بفرمایید آلیس ویدل، یا از همه مهمتر جان مینارد کینز هست. جان مینارد کینز یک زندگی سراسر فسادی داشته. از نظر اخلاقی بایسکشوال بوده، یعنی هم با همجنس خودش روابط نامشروع داشته و هم با غیر همجنس خودش روابط نامشروع داشته. یک کتابی در فکر کنم سال 2015 هست که نوشته شده تحت عنوان یونیورسال من. یونیورسال من، زندگی جان مینارد کینز. نویسندش ریچارد داونپورت هاینز. داخل این کتاب به جزئیات روابط غیر اخلاقی مینارد کینز اشاره میکنه و از گفته‌های خودش هم سند و مدرک میاره و اونجا با ریز جزئیات اشاره میکنه که در فلان مکان، در فلان حمام عمومی، در فلان خیابون این مینارد کینز با چه افرادی در لندن یا در شهرهای دیگه روابط غیر اخلاقی، حالا یا با همجنس خودش یا با غیر همجنس خودش داشته، که حتی خود مینارد کینز هم داخل یادداشت‌هاش بعضی از این اسامی این افراد رو یا سن اونها رو بهش اشاره میکنه. مثلا میگه که یک نگهبان حمام با اون رابطه داشتم، یا میگه یک آمریکایی جوان نزدیک موزه بریتانیا با اون رابطه داشتم، یا میگه با یک مرد جوان در پارک رابطه داشتم، با یک دانشجوی پزشکی رابطه داشتم، با یک مرد جوان زیبا در فلان خیابون رابطه داشتم. اینا همه رو خودش اسامیشون رو میاره و سالش رو و سن طرف رو هم تو یادداشتاش نوشته. و جالبه که حتی این آقای مینارد کینز که نظریات کینزیان ها، نئو کینزیان ها، پست کینزیان ها در داخل دانشگاه جمهوری اسلامی تدریس میشه و تقدیس میشه و مثل وحی منزل تو ذهن دانشجو حقنه میشه و حتی توی اسناد مجمع تشخیص مصلحت هم میبینیم که تو مرکز تحقیقات استراتژیکش آقای حسن روحانی میاد میگه که نظریات نئوکینزی الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی هستش. این آقای مینارد کینز حتی توی همین یادداشت‌هاش یه جا میگه که من با آلبرت اینشتین هم رابطه داشتم، یا فرض فرمایید میگه که با ویرجینیا وولف، اون نویسنده فمینیست مشهور، با اونم رابطه داشتم. خب چنین زندگی فاسد و پلیدی داشته مینارد کینز. پس از چنین انسانهای پلیدی اصلا نمیشه نظریات خوب و الگوی خوبی برای پیشرفت و اقتصاد جهان مخصوصا جوامع اسلامی در آورد. و حتی جالبه که نایل فرگوسن که یک تاریخدان و یک استراتژیست مشهور، استراتژیست ارشد امروز جامعه آمریکا هست و شاگرد هنری کیسینجر هست و استاد دانشگاه هاروارد هست و خودش هم یک یهودی هست. جالبه که نایل فرگوسن در یک سخنرانی اشاره میکنه که نظریات کینز اساساً اشتباه بود و کینز به خاطر اینکه گی و همجنس باز بود و فرزندی نداشت اصلا نمیتونست و صلاحیت این رو نداشت که راجع به دورهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد بخواد نظر بده. و البته ظاهراً به خاطر برخی فشارهایی که علیه نایل فرگوسن شد، باز بعد از مدتی از این حرفش برگشت و عذرخواهی کرد، نوشت اپالوجایز بابت این حرفش. و
راجع به این مفاسد موجود در اقتصاد این نکته هم حائز اهمیت هستش که همینک یک بخشی از دانش علم اقتصاد اسمش از Economics of Sex، یعنی اقتصاد روابط جنسی و سکس. خب در این بخش از اقتصاد چارچوب تحلیلیشون اینه که همون بحث عرضه و تقاضا رو میارن توی این روابط جنسی و میگن که اینجا هم یک عرضه و یک تقاضای وجود داره و یک عرضه کننده روابط جنسی و یک تقاضا کننده روابط جنسی وجود داره، ساپلای و دیمند وجود داره و از این ساپلای و دیمند یک مارکت به وجود میاد، یک بازار روابط جنسی به وجود میاد و این روابط جنسی رو هم بازم با همون زاویه نگاه سود انگاری، با زاویه نگاه عرضه و تقاضا و بازار محور به اینها هم نگاه میکنند. پس این جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که نظریات اقتصادی که اقتصاددانان میگن ناشی از ذهنهای فاسدی هست که در ذهن بسیاری از اینها اون افکار فاسد و پلید ریشه دوونده و این گزاره که ما فکر کنیم اقتصاددانان انسانهای سالمی بودن و فکرشون قابل اقتباس برای اقتصاد جهان و مخصوصا جوامع اسلامی هست، این گزاره توهمی هست و یک اساساً وهم بزرگ هست. متشکرم که وقت گذاشتید. انشالله در جلسات بعدی به سایر گزاره‌های توهمی اقتصاد اشاره خواهم کرد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.